اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور. صدق الله العظیم. خب صحبت ما انشاءالله در پیرامون این آیه مبارک است از سوره شورا. لیکن پیش از آن که به ترجمه و تفسیر این آیه مبارک شروع کنم، اولا با شما عزیزان میخواهم بیان کنم که ماه محرم چگونه ماه است. ماه محرم ماه حسین است، ماه شهادت و جانبازی حسین است. ماه محرم در تاریخ اسلام ماه تعلیم مجاهدت در راه خداست. محرم که می آید باید شما جوانان عزیز از سیرت حسین با خبر باشید و مانند حسین عالی همت باشید و حق پرست باشید و طرفدار قرآن و سنت باشید. ماه محرم ماه ایثار است، ماه جوانمردی است که در این ماه در سال 61 هجری بهترین جوانمردهای روی زمین حضرت امام حسین برای اعلای کلمت الله و برای جاری کردن حکم قرآن و برای پیشگیری امتی پیغمبر بزرگوار از غوطی ماه مبارزی بندگان رحمان به مقابل بندگان و پیروان شیطان، این است ماه محرم. خداوند آبهای ما شما عزیزان توفیق دهد که در ماه محرم بیدار باشیم و پیروی اهل بیت رسول بزرگوار باشیم. ماه محرم از جمله ماههای حرام است که خداوند 4 ماه را برای بندگانش حرام اعلام کرد که در آن خونریزی، در آن غارتگری، در آن آزار دادن شخصی ممکن نبود. حتی در این 4 ماه مشرکان مکه و مشرکان جزیره عرب حرمت این ماه رعایت می‌کردند، دشمنان خود غارت نمی‌کردند، آزار نمی‌دادند، حتی کشنده پدر خود که روپرو میشد به آن دست دراز نمی‌کرد به حرمت این ماه محرم. اما در این ماه محرم، در این ماه حرام که قرآن او را حرام گردانیده بود، خونریزی را، غارتگری را، تجاوز امت رسول اکرم، البته مراد از امت گمراه او یزید و یزیدیان چی کارهای قبیح را انجام دادند. به یادم می آید کدام کتاب خوانده بودم، حضرت امام سجاد علیه السلام گریه می کردند و می گفتند ماه محرم ماه حرام بود، ماهی بود که حتی مشرکان زمان جاهلیت او را احترام می کردند، در او خون نمی ریختند، در او غارت نمی کردند. اما افسوس در این ماه امت بابای من به خاندان ما به فرزندان ما ظلم کرد. یعنی در این ماه خونی
خاندان پیغمبرشان ریختند. در این ماه زنها و دختران و نبیرگان پیغمبرشان اسیر گرفتند و مال و دارایی اونها را غارت کردند و حتی خون حسین که فرزند پیغمبر بود، گل خوشبوی محمد بود، ریختند و چشمان ما را پر از آب دیده کردند. ببینید این سخنی کی است؟ سخن حضرت امام سجاد. بنابر ماه محرم را که ماه شهادت جانگداز حضرت امام حسین است، برای همه امت اسلام و خصوصا برای شما عاشقان مدرسه محمدی تسلیت و تعزیه عرض میکنم. خداوند برای هممان در این مصیبت صبر و ثواب بزرگ عطا فرماید. سال 4 از هجرت بود. مدینه منوره شهر پیغمبر بزرگوار، شهر نزول وحی، مدینه که امسال حاجیان عزیز ما به زیارت آن مشرف شدند. حیات آرامانه داشت. گرمای فارم مدینه در مشام در رویها حس می شد. رسول اکرم در خانه نشسته بودند، ناراحت بودند، چیز خیال ایشان پریشان ساخته بود. و در خانه علی باشد فاطمه زهرا سلام الله علیها دردی زایمان را می کشید. رسول اکرم به اسما دختر عمیس و به همسر عباس ینگشان گفتند که شما نزد فاطمه باشید که او بیمار است، او فرزند تولد میکند. البته رسول اکرم فاطمه که نور چشمش بود بسیار او را عزیز می داشت، دوست می داشت. از درد کشیدن فاطمه ناراحت بود، تشویش بود و چی انجام می یابد این کار. لحظه چند گذشت و در خاندان علی صدای جرنگاستی کودک صدا داد. خوشحال شدند و طفل پسرچه زیبای از فاطمه زهرا به دنیا آمد و خانه علی را روشن ساخت. اسما که آنجا به اصطلاح شما گویم دایه بودند، حضرت ام الفضل خطیب مادر عبدالله ابن عباس خطیب میگوید شتابان شتابان به خانه پیغمبر بزرگوار رفتند برای این خوش خبر رسانیدن. به اصطلاح شما گویم برای سیوانچگیری رفتند. در رسول اکرم تشویش بودند. شما هر کدامتان پدر هستید میدانه این حالت چگونه تشویش آور است تا سبک شدن او. گفتند یا رسول الله بشارت به شما باد، پیغمبر بزرگوار به من مژده دهید که فاطمه زیبای شما پسرچه به دنیا آورد. رسول اکرم از شنیدن این خوشخبر از جای خود شتابان خیستند و روانه شدند به خانه علی. حضرت رفتند گفتند هاتی ابنی یا اسماء. بعض روایت ام الفضل خطاب کردند، گفتند اسما پسرچه من بیار من ببینم. اسما میگوید در آمد خانه حسینی که در یک متاع سفید پیچانده بودند. متاع چگونه سفید بود و رخساره های کودکانی حسین چی زیبا می نمود، برآورده در آغوش رسول اکرم گذاشت. پیغمبر بزرگوار در آغوش گرفتند و در گوش راستش اذان گفتند و در گوش چپش تکبیر گفتند. چگونه بارها من به شما این سنت اسلامی را عزیزان تاکید کردم که به فرزنداتان کنید.
آب دهان مبارک خود گرفتن و در لبهای زیبای طفلانه حسین گذاشتن. روایات اینجا ام الفضل آمده است در نورالابصار. در این کتاب ام الفضل میگوید چی کار مشغول شدم و گشتم به حسین نگاه کردم که در آغوش رسول اکرم است. حضرت به حسین تماشا دارن، آبی چشماشان ریخته ایستاده است. دردانه های اشک رسول اکرم از بالای رخسارهش روان است. گفتم یا رسول الله فداک ابی و امی مما البکا. گفتم جان من، پدر و مادری من فدای تو باد رسول بزرگوار. گریه برای چی؟ آن لحظه لحظه شادی است، لحظه خوشحالی است. شما صاحب نبیره شده، از شما نشانه باقی موند، گریه برای چی؟ رسول اکرم میگه گفتن یا اسماء، بعض روایات ام الفضل است. اسماء گفتن ان ابنی هذا تقتله الفئة الباغية من امتی بعدی لا انالهم الله شفاعتی. گفتن اسماء، این پسر زیبای من گفتن بعد از وفات من روزی می شود یک گروه اوباشها و یک گروه خونخوارهای از امتم می کشند. بده رسول اکرم در ایامی که اکنون تولد شده بود می دانستند شهادت پسرشان، با وحی به ایشان معلوم شده بود. کسانی که نورالابصار خوانده باشند با تفصیل آنجا بیان این هست. این فرزند من گفتن روزه از دست یک گروه از مخالفان اسلام، از دست یک گروه از دشمنان اسلام، لعنهم الله، خدا لعنتشان کنه، کشته می شود. حضرت دعا هم کردن لا انالهم الله شفاعتی، خداوند آن گروه از شفاعتی من محروم سازد. وقتی که این سخن من شنیدم اسما میگه ناراحت شدم. حضرت به من گفتن یا اسما لا تخبری فاطمه فانها حدیثه عهد بالولاده. گفتن اسما این سخن با به فاطمه نگویی، او الان فرزند تولد کرد، نارا بیمار هستند، گفت خسته هستند، از شنیدن این خبر ناراحت میشوند، ضیق میشوند، نگو، به فاطمه نگو. این بود حسین. رسول اکرم در 7 روزگی برای او عقیقه آراستند، برای او گوسفند کشتند و او را نامگذاری کردند. پیش از آن که برای او نام حسین گذارند، پیغمبر خدا به علی نگاه کرد که علی راست ایستاده بود. گفت علی این پسر زیبای من چی نام گذاشتی؟ حضرت علی گفتن یا رسول الله من حق ندارم در حضور شما نامگذاری کنم، من حق ندارم از شما پیش دستی کنم، شما بابایید، شما صاحب حقید، شما او را نامگذاری کنید. آره ببین عزیزان من آداب علی را، اخلاق علی را، درک او دستپرور قرآن بود. علی دستپرور خاندان پیغمبر نبوت بود. علی منمنی را نمیدانست. من از شما پیش دستی نمی کنم. رسول اکرم که منتظر شدن، در بعض روایات هم هست جبرئیل همین در رسید، به رسول اکرم سلام آورد از پروردگار. بعد از سلام گفت که یا رسول الله پروردگار به تو امر میکند که برای این پسرچه‌ات نام حسین گذار، سمیه الحسین، او را حسین گذار. بنابر رسول اکرم نامش حسین گذاشتند. خوب در مسائل گذشته تفصیل با شما گفته بودم. همردیفی
پسران هارون که یکی شبر بود و یکی شبیر، رسول اکرم فرزندان خود یکی حسن و یکی حسین نام گذاشتند. خوب حسن و حسین هر دو از فرزندان رسول اکرمند، از اهل بیت پیغمبر بزرگوارند. اینها از جمله کسانی هستند که خداوند درباره اینها در قرآن عظیم الشان آیه های فراوان را روان کرده است که و ما و شما عزیزان بندگان خود تا قیامت به دوست داشتن اینها توصیه میکند، تأکید میکند. گروه از مسیحیان حضور پیغمبر آمده بودند، از نصاراها، شاید داملها در تاریخ خوانده هستند. با پیغمبر خدا بحث و مناظره طولانی کردند. اونها عیسی را و دین عیسی را و شریعت عیسی را حق می دانستند. پیغمبر بزرگوار قرآن و شریعت اسلام حق می دانستند، شریعت عیسی را بیکار شده. در این باب بحث زیاد شد. ثانی او علمای مسیح نصارا گفتند، پیغمبر محمد گفتند بیا به یکدیگر لعنت میفرستیم. یعنی هر کسی که دروغگو باشد از خداوند برای او لعنت طلب میکنیم که او را هلاک کند. پیغمبر خدا گفت باشه میلش من راضی هستم. فردا گفتند بچه ها مانه، همسرا مانه می بیاریم خدامان یک جایه، دستامان برداشته از خدا مرگ طلب میکنیم برای گروهی که دروغگو باشه. رسول اکرم باشه گفتم میلش. پگاهی وقتی وعدگاه بود، رسول اکرم حضرت علی را فریاد کردند، حضرت فاطمه را فریاد کردند، حسن و حسین هر چهار، رسول اکرم 5 نفر از مدینه بیرون برآمدند که از اون جانب علمای مسیحی آمده ایستادند با لباسای هیبتناکی امروز بارین داشته اشان. وقتی که اونها همراه پیغمبر خدا فاطمه را دیدند چون ماه زیبا، حسن و حسین دیدند و در پهلوی رسول اکرم علی را دیدند، این رویهای زیبا و نورانی با تقوا و پاکیزه، در دلشان هیبت پیدا شد که محمد و دین او حق است. اگر ما مباهله کنیم از خدا مرگ طلب کنیم یک جای ما هلاک بشویم. بنابر در پیش رسول اکرم تسلیم کردند، گفتند یا محمد خب ما مباهله نمی کنیم، ما البته در نزد شما تسلیم هستیم، ایمان که قبول نمی کنیم، لیکن برای تو دادن جزیه را قبول میکنیم. و بین در نور هم هست، همه میدانند طالب علمای محترم ما. خداوند همه آیه مبارکه را فرستاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. این آیه در قرآن به نام آیه مباهله مشهور است. ببینید در اینجا پیغمبر خدا را فرزنداش قرآن بیان میکند کی بوده است؟ حسن و حسین. بنابر حسن و حسین بچه پیغمبر بودن موافق این آیه مبارکه. حضرت امام حسین پیغمبر بزرگوار آنقدر اونها را دوست می داشت که حتی حضرت بار ادعا کردند که حدیث های فراوان در فضیلت این دو نور رسول اکرم هست که در صحاح ستم هست، در حاکم هم هست، ابو یعلا هم روایت میکنند، تبرانی هم، ابن عساکر هم. حضرت فرمودند حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسینم. خدایا حسین دوست دار و هر کسی که حسین دوست می‌دارد او را هم دوست دار. ببینید
خوشا به حال کسانی که اهل بیت پیغمبرشان دوست می‌دارند. انشاءالله که همه ما و شما دوست می‌داریم. سلمان فارسی روایت دارند از رسول بزرگوار، میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، پیغمبر خدا را شنیدم که میگفتند الحسن والحسن ابنای، حسن و حسین بچه های منند. رسول اکرم دیگه فرزند نداشتند، همش تمام شدگی بود، نشانشان همین حسن و حسین بود. دیگر نبیره نداشتن، از دیگه دختراش هم نبیره نداشتن. هر دوی این بچه های من. حضرت چی گفتن؟ من احبهما فقد احبنی و من احبنی فقد احب الله و من احب الله ادخله الله الجنه. کسی این دو فرزند نور چشم من دوست داره، من دوست داشته است. کسی من دوست داره خدا را دوست داشته است. کسی خدا را دوست داره پروردگار او را داخل جنتش میکنه. اما مقابل حضرت با چی گفتن؟ من ابغضهما فقد ابغضنی. کسی این دو فرزندی من شوم میبیند به اونها نفرت دارد، مثل یزید و یزیدیان، او من نفرت دارد، او به من عداوت دارد، او به من دشمنی دارد، او من شوم میبیند. و من ابغضنی فقد ابغض الله. کسی من دشمن میدارد، به من نفرت دارد، او به خدا نفرت دارد، او به خدا عداوت و دشمنی دارد. و من ابغض الله ادخله النار. کسی با خدا عداوت دارد، با خدا دشمنی دارد، او را خداوند در زندان پر عذاب دوزخش عذاب میکند. و عزیزان من، از این حدیث به ما معلوم شد که محبت اهل بیت محبت پیغمبر خداست، محبت خداست سبب درآمدن بستانسرای جنت است. عداوت و نفرت به اهل بیت و دشمنی به اونها و بی‌آدابی در حق اونها سبب دشمنی و عداوت به پیغمبر است، سبب دشمنی و عداوت به پروردگار است و سبب درآمدن زندان پر عذاب دوزخ است. بنابر عزیزان من، ما باید خاندان پیغمبر ما دوست داریم. میخواهم درباره کربلا کمی با شما صحبت کنم. چی سبب شد که امام حسین به کربلا رفتند؟ سال 61 هجری بود. یزید جاینشین معاویه شد. وقتی که معاویه با فریب و نیرنگ حکومت از دست حضرت امام حسن گرفت، حضرت امام حسن به خاطر آنکه دشمنان اسلام در اطراف زیاد بودند، رومی ها، به خاطر اینکه اسلام از بین نرود، به خاطر آنکه بندگان مومن بیهوده جام شهادت ننوشند، از بحری حکومت گذشتند و حق شرعی قانونی خود که جاینشینی باباشان بود به خاطر صلح به معاویه دادند. لیکن به یک شرط، چند شرط اینجا هست و من یکیش بیان میکنم. به همین شرط گفتن که معاویه بعد از وفات تو جاینشین من میشوم، در من حقدار هستم به این منصب، نه تو. خوب اکن تو بازور حکومت گرفتی، من جاینشین. معاویه به این اجازت داد، راضیگی داد، راضی شد، امضا کردند. اما مع الاسف چگونه سالی گذشته در تاریخ سرگذشت حضرت امام حسن من بیان داشته بودم، این امام بزرگوار با دادن زهر جام شهادت نوشاندند. پیش از معاویه این کس شهید شدند. معاویه از عهد خود گشت
و پیمان شکنی کرد. بجای آنکه حضرت امام حسین نبیری رسول اکرم بجای برادرش ولی عهد خود تعیین کند، فرزند ناخلف زناگار فاسق حیوان طبیعت داشت به نام یزید، او را ولی عهد خود کرد، او را جاینشین خودش اعلام کرد و از تمام درباریان و از اهالی مملکتش براش بیعت گرفت. یعنی حکومت استبدادی، حکومت سلالوی را تشکیل کرد، حکومت انتخابی نه. به اختیار امت اسلام نگذاشت که کی را جاینشین میکنند. بنابر وقتی که یزید معاویه وفات کرد، در زمان حضرت معاویه هم، البته معاویه صحابه است، من در حق او چیزی نمیگویم، من این حق ندارم، پروردگار خودش بگه احکم الحاکمین است. در زمان حضرت معاویه را حیاتش هم حضرت امام حسین این خطای معاویه را در مدینه در محفلها آشکار میکرد، این کمبودی های او را فاش میکرد، این بیعدالتی های او را فاش میکرد. اما معاویه یا به خاطر آنکه احترام رسول اکرم میکرد یا به خاطر آنکه از غضب مردم میترسید، به حضرت امام حسین کاردار نمیشد. وقتی که معاویه وفات کرد، جای او در سال آخرهای سال 60 هجری بود، یزید جای نشین شد، به اصطلاح امروزه گویم حاکمی مطلقی عالم اسلام شد. همون زمان در شام شدن زمان مکتوب روان کرد به والی خود در مدینه منوره که مرکز خلافت رسول اکرم اینجا بود، ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله تعالی عنهم. اما معاویه به زور خلافت اونجا برد، مرکز اونجا برد. مکتوب روان کرد، ولید نایب معاویه در مدینه منوره حاکم بود، فرمان داد در نامه خود که اول شده حضرت حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر حاضر میسازی، از اونها بیعت میگیری برای من که به یزید بیعت کنند و حکومت یزید رو تصدیق کنند، و الا اگر بیعت نکنند فضرب اعناقهما وابعث برؤوسهما الی. این فرمان یزید بود. اگر بیعت نکنند، اطاعت نکنند، هر دور سراشان آستان جدا کن. حسین نبیری رسول اکرم، جاینشین پیغمبر، امام امت، سرشگیر، پیش من روان کن. خوب این وقتی که این گپ گوش حضرت امام حسین رسیدن، بنابر حضرت گفتن نه مثلی لا یبایع مثله حیحات من الذله، مانند من بار این شخص و مانند یزید بار این ملعون بیعت نمی کند. من هیچگاه حکومت ظالمانی او را تأیید نمی کند. یعنی بیعت کردن حضرت امام معنای آن داشت که یزید حکومتش بر حق است، خلیفه مسلمان هاست، هیچ کس حق اعتراض به او ندارد. آخر او حکومت ظالمانه داشت، او فاسق بود، او تاریخ گواه هست، زنک بازی هاشته، شراب نوشی هاشته. چگونه حضرت امام نبیری پیغمبر حکومت او را تأیید میکرد، پشتیبانی میکرد. بنابر گفت که نه، من به او بیعت نمیکنم. بنابر حضرت خلاصه کلام، خاندان خود جمع کردند، برادران خودشان، فرزنداشان نزد قبر رسول اکرم رفتند، با پیغمبر بزرگوار باباشان خیر خوش کردند. حضرت می دانستند که این آخرین بار است که قبر پیغمبر بزرگوار می بیند. حضرت می دانستند که این آخرین سلام است که از نزد
روضه ایستاده با باباش میکنند. حضرت دعا کردند، آب دیده کردند. ثانی از مدینه روان شدند به سوی مکه و چند وقتی در مکه ایستادند. خلاصه عزیزان من، ماه ذوالحجه که در آمد، روز تربیه بود، یعنی روز 8 ماه ذوالحجه. بعد از مشورت زیاده، بعد از گفتگوهای زیاده، حضرت با خاندان خود به سوی کوفه روان شدند. خوب اینجا باز سببهای دیگری هم هست عزیزان، فرصتی بیان اونها نیست. اینجا اهل کوفه هم با مکتوبهای پی در پی خود از حضرت امام خواهش کردند که بیایند یک جایه، ما به ایشان بیعت میکنیم، از او پشتیبانی میکنیم. یزید ظالمه، یزید فاسقه از حکومت برکنار میکنیم و حکومت حضرت امام برپا میسازیم، حکومت قرآنی را. حضرت روانه شدند به سوی کوفه آمدند. خلاصی کلام 2000 کیلومتر راه را حضرت با اشتر طی کردند، همراه با چی؟ با خاندانشان. همراهشان در این سفر حضرت زینب سلام الله علیها بودند، افشان خواهرشان. حضرت عباس بودند، پسر حضرت علی برادرشان. خوب زنهاشان بودند، دخترای دیگرشان بودند. خوب خلاصه 77 نفر از اهل بیت رسول اکرم در این سفر همراهشان آمدند کوفه. اما پیش از آن که به کوفه درآیند، در سرزمین به نام کربلا دسته های مسلح یزید با رهبری و فرماندهی عبیدالله زیاد ملعون و عمر ابن سعد اطراف حضرت حسین پیچانده گرفتند، نگذاشتند که حسین به کوفه درآید. خلاصه کلام عزیزان من، روز 7 ماه محرم بود. از یزید فرمان آمد به عبیدالله زیاد که یا حسین به من بیعت میکند یا اینکه کشته می شود. اطراف خیمه های حضرت امام حسین پیچانیده گرفتند. لشکر عبیدالله زیاد قریب 4000 نفر بود و حضرت امام طرفداراش 77 نفر، بعضی روایت 72 نفر بود. حضرت چند بار به اونها واخوردن و نصیحت کردند، حقیقت فهماندند، اما محبت جاه و منصب، محبت دنیا عمر سعد کور کرده بود. به نصیحت های امام گوش نانداخت. عمر عزیزان من کی است؟ شاید طالب علم اینجا بودگی خواندانند کدام عمر؟ من حضرت امیرالمومنین عمر ابن الخطاب در نظر ندارم. مراد این عمر حضرت سعد ابن ابی وقاص پسرش بود. سعد ابن ابی وقاص یکی از 10 یار بیشتی هستند که رسول اکرم حتی برای وی گفته بود ای جان من فدای تو، پسر خاله، پسر تقا، برای من تیر اندازی کن. این حضرت رسول اکرم برای سعد ابن ابی وقاص جانش نثار کرده بودند. بچه او عمر نام داشت. این سرفرمانده قوه های عبیدالله ابن زیاد در این جنگ شد. با رسول اکرم خویشی داشت، با حسین خویشی داشت. حضرت امام حسین روزی 9 آخرین بار، روز پنجشنبه، عمر سعد فریاد کردند. سحر بود، به او خطاب کرده گفتند، من اینجا از کتاب از تاریخ نوشتم به شما میخوانم. یا عمر
اتزعم تقتلنی. عمر گفتند تو گمان میکنی که منو میکشی؟ آره تو میتونی کشتن، زیرا شما زیاد هستی ما کم. شما مسلح هستی، ما یراق اسلحه زیادی نداریم. و یولیک الدعی، خیال میکنی که بعد از کشته شدن من این حرامزاده عبیدالله زیاد تو را والی شهر ری و والی شهر جرجان میکند؟ این خیال میکنی که حکومت ری، حکومت جرجان به دست تو میتید؟ عبیدالله همین وعده کرده بود و عمر ابن سعد. ولا تهنئوا بذلك عهد معهود. حضرت گفتن ای عمر، قسم به خدا گفتن تو در این حکومت دارید راحت نمیبینی بعد از کشته شدن من. فاصنع ما انت صانع فانك لا تفرح بعدی لا بدنیا ولا بالاخره. هرچی میخوایی کن، تو الان قدرت داری، قوت داری، کن، اما خوب بدان که بعد از مرگ من، بعد از شهادت من، تو نه در این دنیا نه در آخرت از سعادت محرومی. و کعنی برأسک علی قصبة یتراماه الصبیان بالکوفه. عمر گفت من تو رو دیدی ایستادم، در پیش چشم من آینده تو معلوم است که روز سری تو را از تن جدا میکنن و در سری نیزه کودکای کوفه سنگشب میکنن سری بیجان تو را. تو خیال میکنی الان من میکشی تو سلامت میمونی؟ حضرت نصیحت کردن، اما مصعب اما عمر محبت دنیا کی او را کرده بود، رو به حضرت امام حسین کرد و با غضب گفت نه، من از این راه هم نمیگردم. حضرت امام دانستن که اکنون جنگ شروع میشود، دیگر چاره نیست. این آخرین بار بود حضرت با ایشان واخورد. بنابر حضرت عباس برادرشان فرستادن. اکنون عمر ابن سعد همون به پیشین همون بیگاه جنگ آغاز میکرد روز پنجشنبه رشبوش. اما حضرت امام عباس روان کردن رو به او عمری ملعون بگو که یک شب ما را مهلت دید، همین شب ما را مهلت دید، من به پروردگار خود مناجات کنم، من برای اون نماز خوانم، زیرا من دوست می‌دارم نماز خواندن برای پروردگارم، من تلاوت قرآن کنم، من دعا و استغفار کنم، من به فرزندان و به دختران و همسران خود وداع کنم، چند وصیت کنم. عباس رفت التماس حضرت امام به اونها رسانید. عمر سعد اجازت داد، خوب مایلش یک شب گفت، اما اطراف خیمه با 3 قبط با 3 قطار مسلحای یزید احاطه شدگی بود. 3 روز بعد حضرت امام با خاندانش از آب نوشاکی من کرده بودند. از روز 7 تا روز 10 شهادتشان قطره آب در خیمه های ایشان نمونده بود. حتی برای طهارت آبشان ندادند، حتی برای کودکان شیرخوارشان قطره آب ندادند که لباسشان ترک کند. خاندان پیغمبر، نبیره های پیغمبر. خدا پناه انسان که بیرحم شود. قرآن بنابر پروردگار میگوید اولئک کالانعام بل هم اضل. حضرت امام او شب که شب آخران بود، عزیزان من توجه کنه، شب آخران بود، بعد از یک حصه شب که به عبادت و تلاوت قرآن به پروردگار مناجاتش مشغول بود،
عسکریان خود جمع کرد که 77 نفر بودند، طرفداران خود، دوستان خود، شیعیان خود جمع کرد و ایشان گفت لقد بررتم و عاونتم. گفت عزیزان من، شما به عهد خود وفا کردید، شما برای من و خاندان من خدمتی زیاده کردید، در این راه دور و دراز به من همراهی کردید، برای من جان فدایی کرد ایستادید. والقوم لا یریدون غیری. الان این یزیدی ها را مقصدشان فقط من هستم، شما نه. اونها من نمیخواهند، شما را نمیخواهند. فإن قتلونی لا یریدون غیری. اونها اگر من کشند دیگه شما را کاردار نمیشوند، لیکن مقصد اونها من هستم. اونها من نمیخواهند جسما نابود کنند تا اینکه دیگر دعواگر برای حکومت یزید نباشد، تا اینکه دیگر انقلابچی بر ضد فساد اخلاقی یزید کسی آواز نبردارد. اونها من در کار هستم. حضرت چی گفتن؟ فاذا جنکم اللیل. عزیزان من گفتن شب تاریک است آزیر. در این دل شب می توانید شما هر کدام یک خلوت از من جدا شوید و برآمده به وطن خود روید. ببین عزیزان من، جوان مردی حضرت امام. فاذا جنکم اللیل فتفرقوا فی سوادی وانجوا بانفسکم. شب تاریک است، یک خلوت برآمده روید، اراقاتان قطعی، پراکنده شوید، به خانه هاتان روید، خداتان زنده دارید، برای من شده خودتان نکشید. من از شما راضی هستم، اونها به من کار دارن، به شما نه. اما این 77 نفری که همراه امام بودن عزیزان من، این جوان مردها اینا بیگانه نبودن. 17 نفرش از خاندان رسول اکرم بودن. حضرت امام حسن بچه هاش، حضرت امام حسین بچه هاش. اونا چه گفتن؟ اما با یک آواز: معاذ الله و الشهر الحرام. خدا پناهتیت، قسم به این ماه محرم. ماذا نقول للناس اذا رجعنا الیهم. وقتی که ما گشته به وطن خود میریم، وقتی که ما به مدینه میرویم، مردم ما را میبینند در حالی که شما همراه ما نیستید. اونا چی میگویند؟ اونها نمیگویند که حسین چا کردید، پیشوای خودتانه چا کردید، پیغمبر فرزندش چا کردید، کجا کردید؟ ما چی جواب میگوییم به اونها؟ ما کدام رو قطعی به اون مردم رو پرو میشیم؟ یا امام گفتن نحیا بحیاتک و نموت بموتک. امام گفتن زنده مونیم، ما همراه تو زنده میمونیم. اگر کشته شویم ما برای تو پیش از تو اول کشته میشویم. به بالای جسدی ما بعد این لعنها به خیمه تو نزدیک میشوند. ما نمیمونیم. ببینید جان بازی را. الله پگاه بود عزیزان من، آفتاب برآمد، آفتاب بلند شد. آفتاب هم گویا اینکه از این منظره خجالت میکشید، از این منزلی بیرحم دهشتناک شرم داشت، گرما دادن نمیخواست. بار آخر حضرت امام حسین به عمر سعد خطاب کردند. گفتن عمر سعد، بار آخر من به تو میگویم این کار نکن، ما خاندان پیغمبر نابود نکن، تو به عذاب خدا در این دنیا و آخرت گرفتار میشی. حضرت هم نصیحتی کرده بودند که عمر سعد تیراندازای خود تیار کرد
حضرت پشت خیمه خود که خندق کنده بودن علاب زدن، علنگی علاب بلند شدن گرفت از پشت خیمه به خاطر آنکه دشمن از قفا بیاد. وقتی که علنگی علاب بلند شد، حرمله گفته که یک لعین بود در لشکری یزید، حرمله ابن کاهیل. علنگی علاب که دید به حضرت امام حسین خطاب کرد، ندا کرد یا حسین اتعجلت الى النار قبل یوم القیامه. نعوذ بالله. گفتن ای حسین به زندگیت پیش از آمدن قیامت خودت در دوزخ می سوزانی، پیش از آمدن قیامت خودت در آتش می سوزانی. او لعنتی خیال کرد که حسین دوزخی است. یا الله. ببینید انسان که کافر شد، انسان که چشم بصیرتش کور شد، نبری پیغمبر اساسگذار اسلام، صاحب قرآن دوزخی بگیرد. حضرت چه گفتند؟ بل انت اولا بها صلیه. حضرت آرامانه گفتند ای حرمله، گفتند تو اولاتر هستی به سوختن در این آتش، هم در این دنیا هم در آخرت. جای توست و طرفدارای توست این دو آتش. بل انت اولا بها صلیه. خلاصه همین حالت بود. حضرت مسلم ابن عوسجه کمان کشیدن، خواستند حرملی لعین زنن، کاش که کم وقت می زدن. خواستند سینی لعنتی را نشانی تیر خود گیرند، اما حضرت امام گفتن نه. مسلم گفتن نپران، لا ترمی فانا اکره ان ابدأهم بالقتال. من نمیخوام که اول شده من جنگ سر کنم و فقط در پیشگاه خدا جواب گویم. نپران. ببینید حضرت امام جوان مردی شد، مسئولیت شناسی شد. همین حالت بود. عمر سعد اولین تیر خود به سوی یاران حضرت امام حسین روانه کرد. یک بار لشکری عمر طرفداران حضرت امام تیر باران کردند. حضرت وقتی که تیر اونها پای در پای آمدن گرفت و یاران خود گفتن قوموا رحمکم الله الى موت لا بد منه. گفتن ای جان ای نور چشمان من، خدا شما را رحمت کند. اکنون مرگی که همه ما منتظر او بودیم شروع شد. اکنون خیزید هجوم آغاز کنید، زیرا تیر اونها خود نشانی آغاز جنگ است. خوب خلاصه کلام، در یک تیراندازی پی در پی چند ساعته 50 نفر از یاران حضرت امام جام شهادت نوشیدند. من برای شما یک منظره را وقتی منم پایان رسید ایستاده بود است، یک منظره را از لحظه حضرت امام به شما میگویم. حضرت امام پسرچه داشتن 11 ماهه به نام علی اصغر بود یا شاید عبدالله ابن حسین بود. 11 ماهه بود. میگوید جنگ رفته ایستاده بود. حضرت زینب طفلی شیرخواره را آوردن بالای دست خود نزد حضرت امام. گفتم برادر عزیز، این طفلی که شیرخواره 3 روز از قطره آب نچشیده است، از تشنگی لباش کشاده مونده، از دهانش کشاده مونده، همین بالای دستت گیر بیرون برا، شاید کسی رحم کند یک قطره آب برای او بیارد. حضرت امام علی اصغر در بالای دست خود برداشتند، بیرون خیمه برآمدند، رو به لشکریان ملعون یزید کردن و گفتند ای اهل کوفه، ای مسلحان یزید، همه طرفداران من نابود کردید، همه یاران من کشتید، از خاندان من کسی نمون. همین طفل شیرخواره است، گناهی ندارد، برای همین یک قطره آب بیارید که لباش تر کنم از مردن نجات یابد. حضرت علی ابن حسین 11 ماهه بودند. حضرت دست شانده بود، همینطور داشته نشانشان میدادند. گفتن ببینید دهانشون دهان ماهی کشاده است از بی آبی،
از خشکی یک قطره آب بیارید. اما همه حالت بود. حرمله لعین، همون حرمله که حضرت امام مسلم نگذاشتن به او تیر اندازد، از غلاف تیر کشید و به سوی این طفل شیرخواره روانه کرد. تیر از حلقش زد، از آن طرف برآمد. کودک 11 ماهه، پیغمبر که امت خود از کشتن کودکا و زنها منع کرده بود، با دست این لعینها یا طفلی که 11 ماه کشته شد. از زن می شود اونها را مسلمان گفت؟ بنابر خدا رحمت کنه. حضرت دست خود در گردنی طفل که شیرخواره خود گذاشتن که شم نیزه از اون طرف برآمده بود. خونی او رو جمع کردن و به سوی آسمان هوا دادن. گفتن خداوند تو خود دیدی ایستادی، اینا چی کار کردی ایستادیان؟ من در این صبر میکنم وقتی که تو تماشا داری. من صبر میکنم. خدایا خود تماشا داری، خود نظارت داری. طفل 11 ساله، کاش که به او کفایه میکردن. اما بعد از شهادت حضرت امام همین کودک 11 ماهه هم سرش از تن جدا کردند. اعوذ بالله. بنابر حضرت ابو یعلا حنبلی میگوید کسانی که لعنت یزید را جایز نمیدانند اونها یا نادانند یا فاسد. من هم به این قائل هستم. اونها یا نادانند، از تاریخ خبری ندارند، یا اینکه فاسقند، خاندان رسول اکرم دوست نمیدارند. حضرت امام خودشان لباس پوشیدند، دیگر دیدن کسی از همراهانش زنده نموند. برآمدن به میدان، جنگیدن. بعد از جنگی سخته که حضرت تیر باران و نیزه باران کردند. حضرت از بالای اسب، بعد از خونروی زیاد، بعد از تشنگی که 3 روز بعد دهان مبارکشان آب ندیده بود، لبانش کفیده بود، حلقش خاک شده بود، از تشنگی قوت نکردن و به زمین افتیدن. یا الله، انا لله و انا الیه راجعون. الله اجدانی که به فرزندی پیامبر چی گذاشت، اجدانی که به فرزندی پیامبر چی گذاشت، نور دو دیده فاطمه و حیدر چی گذاشت. یکی از زهر شده سبز و دیگر سرخ و بخون، یکی از زهر شده سبز و دیگر سرخ و بخون. یا الله. حضرت جای دیگرش بگد تشنه لب خالی شکم رفت و بسد حسرتی دیل. حضرت قبلگاه من میخواندن و گریه میکردن. تشنه لب خالی شکم رفت و بسد حسرتی دیل، حلق پاکش به جفا در دمی خنجر چی گذشت. در غمی ماتمی و جمله ازواج حرم، مانده سرسان بیابان شده از سر چی گذشت. آره، در شهادت حضرت امام که مرثیه های زیادی هست. حضرت عبدالرحمن جامی هم مرثیه دارند، دیگر شعرا هم. اما باور کنید در شیرینی هیچ کدام اونها به حضرت مولوی جنونی طوری نمی بیاد، برابر نمی بیاد. آنقدر درباره خاندان رسول اکرم ایشان عشق و محبت داشتند، آنقدر برای خاندان رسول هم سوختگی هستند که از مرثیه‌شان این حس کرده می شود. حضرت میگه افتید عزیزان من، لحظه
5 دقیقه وقت شما رو میگیرم. عبدالله ابن حسن که از پدرشان صغیر مونده بودن، حضرت امام حسین پسرشان است، صغیر مونده بودن، در خاندان عمکشان تربیه یافته بودن، بسیار به حضرت امام محبت داشتند. آنقدر محبتی زیاد داشتند که هیچگاه از ایشان جدا نمیشدند. بنابر در این سفر هم همراهشان آمده بود. 11 ساله بود. حضرت امام وقتی که به میدان برآمدند به زینب خواهش کردند که خواهر عزیز نگذاری که عبدالله از در خیمه بیرون براد، لااقل از امام حسن یک نشانه موند، نگذاری بیرون براد. حضرت زینب او را در خیمه پنهان کرده بود، تپیده ایستاد. اما چی کاری کرد؟ از دست عمش خلاص شد، از در خیمه گریخت، رو به میدان رفت. دید که حضرت امام حسن آغوشته خون در زمین افتیده است، سر مبارک فرق خون ریخته ایستاده است، بدناش همش مجروح، رو به زمین. حضرت رفت خوش در گردن عمکش پرتافت، با دستان خرسال کودکانی خود گردن امام حسین گرفت و آغوش کرد. به او لعینه که میخواست سری حسین جدا کند خطاب کرد که یا ابن الخبیثه اتقتل عمی، ای خبیث، گفت ای فرزند خبیث، میخواهی که عمکی من کشی؟ میخواهی که عمکی من نابود کنی؟ حضرت امام که رمق جان داشتن، اما این یزید، این لعین، میگه دستی کودک خرسال از گردن امام به زور جدا کرد، با شمشیر خود زد، دست از اینجا کلته شد. این در آغوشی حضرت امام بود. وقتی که دستش کلته شد، دستی دیگر در گردن امام بود. حضرت امام با لبهای خونشار خود رخساره های او رو میبوسیدن، میگفتن صبرا یا ولدی الان تلحق بآبائک الطاهر. جانی من گفتن صبر کن، لحظه پس به جد بزرگوارت، به پدرت حضرت حسن و رسول اکرم میرسی. گفتن صبر کن. در همین گفتگو پیش از آن که جان حضرت امام حسین براید، این لعین ها چی کار کردن؟ همون طفل 11 ساله را اول سرش بریدن، در پیش حسین با سر حضرت امام بریدن. ببینید مگر این بیرحمی نیست عزیزان من؟ مگر میشود با یزید مسلمان گفت؟ میشود با عبیدالله زیاد مسلمان گفت؟ میشود با عمر سعد مسلمان گفت؟ یا الله، یا الله. خلاصه کلام عزیزان من، 77 نفر از یارانی حضرت امام سراشان بریدند و در سری نیزه ها زدند. سری حضرت امام حسین پیش پیش. چی روزی سختی. حضرت زینب سلام الله علیها بنابر گریه میکردن وقتی که به کوفه در آمدن، وقتی که به مدینه آمدن، مردم پیشواز بر آمدن، زینب دستاش برداشته فریاد میکرد که با محمدا حسینک فی العراء مرمل بالدماء بناتک سرایا مقتلة تصفی علیها الصفا. حضرت گریه میکردن، فریاد میکردن ای محمد کجایی؟ آخر حسینی تو پاره پاره شده در سر کربلاست، حسینی تو رو سرش از بدن جداست، آغشته خون، آن نبیره های تو اسیری دشمنا شدن، تو کجایی؟ بالا شانده. عزیزان من ببینه ناانصافی و لعنتی ها را مورخان میگن حتی جسدها را لباساشان کشیده گرفتن. جسد حضرت امام حسین عریان مادرزاد کردند. میگه شمال وادی ملاحی وزیدن گرفت. از خجالت و شرمندگی این جلادها
با ریگ ملایم بالای جسد امام پوشانید که شرمگاه او نتابد. این کفن او چه بود؟ ریگ بیابان. انسانی که رسول اکرم لبهای او رو بوسه میکرد، انسانی که پیغمبر او رو در پشتش سوار میکرد مسجد می آورد، انسانی که میگفت حسین من هستم و من حسین، امروز عریان در بیابان. خلاصه کلام عزیزان من، حضرت امام جام شهادت که نوشیدند، به درجه اعلای در پیشگاه پروردگار خود رسیدند، اما این قیام او سبب از بین رفتن حکومت ظالمانی یزید گشت. بنابر جمال الدین افغانی یک سخن دارد، حضرت می فرماید الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء والاستمرار. جمال الدین افغانی چی میگن؟ متفکری بزرگی عالم اسلام. اسلام که به دستان محمد پدید آمد و به جهانیان معرفی گشت، اما بقای او و دوام او تا قیامت وابسته به قیام حسین در کربلا بود. اگر امام حسین آن روز قیام نمی کردند، شاید حکومت یزید فاسد ادامه می یافت، شاید که حکم قرآن از بین می رفت. امت اسلام کی می دانست به چه حال مبدل می شد. بنابر حضرت امام حسین برای حکومتگیری نبرآمده بود، برای امر معروف و نهی منکر برآمده بود. حضرت گفتند انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من برای آن برآمده که امت بابام اصلاح کنم. این کجروی و ظالمانه که یزید و یزیدیان و اطرافیانش دارن، امت بابام رهاتی برای این برآمده. خدا رحمت کنه. علامه اقبال میگوید در یک مصر شعرش، مدعای سلطنت بودی اگر خود نکردی با چنین سامان سفر. اگر مقصد حسین حکومت گرفتن می بود، به 77 نفر آدم اونجا نمی رفت. اگر او دعوت میکرد تمام مردم از کفاش می رفتن. مدعایش سلطنت بودی اگر خود نکردی با چنین سامان سفر. جناب حضرت علامه اقبال حضرت امام حسین نه تنها خلیفه رسول اکرم و امام برحق می دانند، بلکه امام حسین قوت ابرار جهان و بازوی آزادی خواهان عالم می شمارند. یک مصرعش ده اقبال می گوید خدا رحمتش کنه، وان دیگر مولای ابرار جهان، قوتی بازوی احرار جهان، در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین. امروز در تمام دنیا که قوه های آزادی خواه حرکت میکنن، چه در پاکستان و چه در همه اونها را سرچشمش حسین است، همه اونها شاگردان مکتب حسین است. در اینجا من صحبت خدا به پایان میرسانم.